مرد هم مثل ما زنها به عشق و عاطفه نیاز داره. وقتی که تو احساس عشق و محبت نسبت بهش رو نشون بدی، وابسته ای احساس و عشقت میشه. مرد دنبال یک زنه که تو هر شرایطی همراهش باشه و در موقعیت‌های سخت و دشوار همدم و پشتیبانش باشه. حضور زنش براش احساس امنیت و وابستگی میسازد. احترام یک زن به مرد تأثیر زیادی داره. وقتی که زن به نظرات، احساسات و نیازهای مردش توجه کنه، مرد احساس وابستگی و ارزشمندی میکنه. اگه میخوای حال خودت و مردت کنار هم به بهترین درجه برسه، مریم رابطه رو دنبال کن. اینجا فقط برای توی خانم آموزش ارائه میدم.